آدم خوششانسی هستی؟ بله خوششانس. خوششانسی بزرگی که آوردی چی بوده؟ خوششانسی بزرگ نمیتونم حالا بگم بزرگ یا کوچیک، ولی همون موقع که به دنیا اومدم در واقع 12 بهمن بیمارستان یه مسابقه برگزار کرد برای بچه‌هایی که توی اون زمان بازه زمانی به دنیا اومدن و بین اون نوزادا من برنده شدم، یه ساعت دیواری. و خب چون تازه چند ساعت بود به دنیا اومده بودم داشتن اسم منو صدا می‌کردن هانیه غلامی، هانیه غلامی. مام بابای من داشتن به هم دیگه نگاه، عادت نداشتم به این اسم هانیه غلامی. چند ساعت بود به دنیا اومده بود. خودت ولی میشنیدی؟ آره من رفتم جایزه رو گرفتم. خب به نوزاد ساعت دیواری دادن. آره به نوزاد نمیدونم چرا ساعت دیواری دادن. Humans in the late world. این یعنی بزرگترین خوششانسی که آوردی اینه که به عنوان نوزاد ساعت دیواری بردی. آره خیلی جالب بود همون. پس آدم بدشانسی هستی. از این خوششانسی نیست. حالا